салом бинандагони гиромӣ, ахбори озодиро бо таҳаввулоти охирини ҷаҳон ва хабарҳо аз гӯшаву канори Тоҷикистон ман Зарангези Наврӯзшоҳ бо ҷамъи ҳамкорон тақдими шумо мекунем. имрӯз 19 сентябр аст ва дар барнома ин матлабҳоро дорем. таҳхонаи сар дар чоркӯҳи Исфара ҳаёти даҳҳо зану кӯдакро наҷот дод, вале оташ ба масҷиду мошини ёрии таъҷилӣ чанд хонаводаро мотамзада кардааст. дастаманда ҷон дод, ман гуфтам ин қаддисе то ин зиндаш ба ман ёрдам кунам. сокинони деҳаи сомониёни ҷамоати чоркӯҳ мегӯянд зери оташи тиру туфанг талош карданд хонаву заминҳояшонро ҳифз кунанд. ҷавонҳои ҳаминҷа ки оташиша خاموش کردن و هر حالی که سوخته فرسوده شد. و شروع از ماه آینده در تاجیکستان نرخ برق بالا می رود. این تصمیم ساکنان را نگران کرده است. ما سویتمو شتا به پولای. یک اگریگاتور میمونن نه مازوت در کارای نه گاز در کارای. با اطلاع مقامات تاجیکستان و قرقیزستان وضعیت در منطقه‌های مرزی دو کشور آرام است. طرف‌ها با شمارش قربانیان درگیری مرزی و آسیب‌های آن مشغولند. مقامات تاجیکستان از وضع زخمیان در بیمارستان‌ها دیدن کردند. واقعه‌های اخیر چندین خانواده را در تاجیکستان به ماتم نشاند. ساکنان اصفهان میگویند نزدیکان آنها در منزلشان کشته و زخمی شدند. خانه‌ها پره یا قسماً ویران گشتند. با وجود اعلان آتش بس مردم در تشویشند. خبرنگار رادیوی آزادی در منطقه فرزان محمدی از جماعت چارکوه اصفهان گزارش می‌دهد. با گذشت 2 روز از مرگ چند عضو یک عائله آدمان در گرد این حولی جمع می‌آیند و از آن حادثه مدهش صحبت می‌کنند. بامداد روز 16 سپتامبر در همسایگی مسجد تگی صدای جماعت چارکو مهیاخان فیاضوف 53 ساله، دلنازه بهرامزاده 29 ساله، صداقت اکتمزاده 25 ساله، اسماء امردینزاده 6 ساله و عمران الهامزاده 5 ساله از ضربه گلوله انداز یا گرانتمیات جانب قرقیزستان کشته شدند. ماچیت مویا من ماچیت میشه میگرفتی گروه زدن همه من سکورش زده های کردم که با هم برد تو درونی ماشینم سکورش زده های کردم که ماچیت میشه میگیرتلو 10 متر استر زدن که همین حادثه شد. من چند تو کلا یا جا دیده های کردم و واسه برات دود بدود کرد دوستم که فردونم که دو بوده که کلاش من همین جانچم بالا کردم همین برابری بالا کردم میزده استوده همین کالش قطعش برآمده خونش برآمده دستمند جون داد. من گفتم این قدیسه تو این زندهش به من یاردم کنم. گفتم و بچه‌چی مایدیک بود گوشه انم اینجا گوشه طرف راستش به زدگی همه خون چاکیساست. من همه به یاردم کنم. گفتم آب زدمو بالا که واقعا به داده ماشین به من گفتم های کن تو تست اسکور برسون تو. چند زخمی شده این حادثه را با ماشین یاری تجلی به بیمارخانه منطقه روان کردند، ولی از شدت زخم‌ها طبیبان آن را به بیمارخانه شهری بردنی شدند. صداقت اکتمزاده در بطنش طفل 8 ماهه داشته است، ولی در راه او و همراهانش دیگر باره هدف قرار گرفتند. نقلیات یاری تجلی بنگاه طبی جماعت سرخ که حامل زخمیان بود در اینجا نزدیکی پل چارباغ مورد حمله قرار گرفته است. به گفته شاهدان حال این حمله از جانب نظامیان که واقع در دهه قراباغ ناحیه بادکن بود صورت میگیرد. در نتیجه این حمله زخمیان با حساب طبیب و راننده آن در جای حادثه به هلاکت میرسند. کارگری و چیزی میگو سود اکسپرتی اصفهان کتی من با بستگی همه مرده های آدرنی وای من خودم گرفتم پوگز سوختگی خوکستر من حسابی کفان کرده گیتا آورده گور کردم معلومه و این موبا یکی و این سخت همین مصیبت سخت من به تقوی دختر میشدم جانوی من مرده برا. ساکنان میگویند در ماشین یاری تجلی بیش از 5 نفر بودند. همه آنها را طبیب کمالالدین اشورف و راننده حسنبای ولیف به شفاخانه می بردند، اما به بیمارستان نرسیدند. ما اکن کار بود برا سهاری بعد اسمیناش بده اسمینه اسکول نبود
هر بالاخره گفتم اونجا جنگ با شروع کرد اینجا وقتی نرو با خدمت مو باید خدمت کردم و داشتم هر فوتا دادیم برا مو هم شهر برا ما به کجا میرفتیم مو هم برا هدوانسی الگویسی کار شیش همینه اصلا جسدی باشه مو هم ندیدیم که الگویسی میشه حالا چند زخمی دیگری آن حادثه در محله تگی صده حالت وزنین دارند. دخترم دیوانه باید نمیتونه او خود رفته است دو بچه خونه منده یک تو دخترچه نخوشتنه تیر خودگی یک کودکی یک نیم سالش رفتم چسبه اوی میفته تیر اوی هم بر او همین عروی انسانگری ها و فکرم انسان عقل سالم این کار نکردنش در کار برادرها بی حد نمیدونم اون نیامون خریده و که لوک چی که باشه این کار کردم در کار مردم اینجا گناهکار نیست من همین کتی من مواظب دیگه من اون چیزایی من همین چیز بینی در چندین محله و دهه چارکو خانواده ها ماتم دارند. بهرام حکیموف معلم دهه خواجه علا و ساکن 51 ساله اسفره هم در آن روز کشته شده است. این برای به خطر بچه‌ها گذاشتن بچه‌های مکتب طلبه‌ها و زن‌ها چونکه مردها در همون محله استاده پاسبانی خانه خود بودن برای که بچه‌های مکتب بچه‌ها زن‌ها کودک‌ها زن گذاشته نه یا خرر نرسانید مبادا گذارن نپرانید گفته برای همین این کس همونجا رفت دیگه نگه نامردای نو پر تیر ناخلاف من عمل بچه‌ان سال 2000 چند حکیم حسین انداخته بود این یک بار نه این چندی بار این حادثه شده است اما حاضر همچون مادر تاجیک فیغانه میبرد که خیلی مادر تاجیک اینکوباتور نبوده که فقط برای تیر قرغز فرزند افتاده باشه خواهش من نام زنکای قشلاق از نام مادرایی که جگر بریان عباس همه مرگ فرزنداشو شوهراشو بگویم که بس شود که همین جنگ دیدال ها در آن مناقشه خونین ساکنان کم آسیب دیدند که خود را پناه کردند و یا به جای بیخوف گریختند. تهخانه سرد عثمان بابایف در محله چشمسار چارکو جان دهها زن و کودکان را نجات داده است. زن و کلیدون که پدر جو کردیم بعد برامدیم که زنکو داد بیدو بعد تمام کودک همین گرد و اطراف و زنها ضعیفه همین پدر قریب 150 تا زنکو بچه ها یوش جو کرد همینجا به صدا خودمو نظارت کرد سالیم که بیرم برنه بروی تو گفته پدر فضلالدین شریپوف 70 ساله از محله سامانیان پایان نیز شاهدی گلوله پرتایی از جانب نظامیان قرقیزستان شده است. 16 چیسلی سپتامبر ساعت‌های 4:15 ما در همین کاپا هم خواهم رفتم که چولی کمپر ما خوب کردیم دیگه سناریت پرونده من این سناریتش آمده من این باقی همین وایب غلطه همین کمپر 3 روز 4 روز بعد بالنیسان ده کسلی اینفارکت گرفتار شد. این نوبت نیز اساساً حولی‌های ساکنان سامانیان بالا و پایین تخریب شدند. به حساب ساکنان بیش از 20 خانه پره و قسماً ویران شده و سوختند. خانه حاکم جان بازاروف نیز یکی از آنهاست. 2 ساعت پس ما همین کوچه با آمدیم که علا برامساز دود کرساز خیر طرز حشر همین جوانهای همینجا که تو آتشش خاموش کردن و هر حالی که سوخته فرسوده شد. حکومت ولایت سوخت با نشر بیانیه پیامد درگیری در مرز تاجیکستان با قرقیزستان از سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای خواسته است به حادثه بهای درست و حقیقی دهند. ضربه زدن به خانه‌های مردم آسایشته جنایت جنگی به شمار می‌رود. طرف قرقیزستان که نظامیان تاجیکستان را به حمله عیبدار می‌کنند این واقعیت را شرح نداده است. طرف تاجیکستان تنها روز 18 سپتامبر گفت آثار درگیری در دهه‌های نزد مرزی اسفره بیانگر آن است که جانب قرقیزستان با تمام نمود سلاح‌های وزنین و آتشفشان انشاءات غیر نظامی و به خصوص خانه‌های مردم را زده است. عین ادعا را جانب قرقیزستان دارد. وزارت کارهای خارجه آن کشور 18 سپتامبر گفت می‌توانند عکس و نوارهای زیادی را برای ارزیابی پیشکش کند. روز 14-17 سپتامبر در سرحد تاجیکستان و قرقیزستان درگیری سر زد.
از دو طرف ده‌ها کس کشته و زخمی شدند. فرزا محمدی، رادیو آزادی، شهر اسفره. گزارش بود درباره پیامد مناقشه مرزی. خبر و تحولات دیگر از حادثه‌های اخیر در مرز تاجیکستان و قرقیزستان را همکاران ما پیگیری دارند و بیننده عزیز شما می توانید گزارش‌های ویدیویی و عکس و خبرها را از سامانه‌های آزادی پیدا و تماشا کنید. برنامه را بعد از یک آگاهی مهم ادامه می‌دهیم. بیننده گرامی، ساعت پخش برنامه‌های تلویزیونی رادیوی آزادی از روز 1 اکتبر تغییر می‌یابد. از آن روز به بعد پخش مستقیم برنامه اخبار آزادی ساعت 19 و یا 7 شام به وقت دوشنبه و ساعت 17 به وقت مسکو آغاز می‌یابد. لطفاً یادداشت کنید و به دوستانتان هم برسانید و با رادیوی آزادی بمانید. سر از 1 اکتبر امسال نرخ استفاده قوه برق در تاجیکستان برای اهالی بالا برده می شود. قرار حکومت در این باره الکی صادر شده تنها کارخانه آلومینی تالکو استثنا می باشد. مقامات تا حال سبب‌های قیمت شدن برق را شرح ندادند، اما پیشتر گفته بودند نرخ‌های فعلی خراجات تولید برق را نمی‌پوشاند. تصمیم بالا بردن نرخ برق در پیش‌روی زمستان در حالی است که همه‌ساله در فصل سرما ساکنان ناحیه‌های کشور از کمبود برق شکایت می‌کنند. مولا رجب یوسفی جزئیاتی بیشتر دارد. قرار حکومت درباره بالا بردن نرخ استفاده برق 31 آگوست امسال تصویب شده 13 سپتامبر رسما نشر شد. بر اساس این قرار از روز 1 اکتبر اهالی برای هر کیلووات ساعت برق 26 درم پرداخت خواهند کرد. تا این دم اهالی برای هر کیلووات برق 22 درم میدادند، یعنی هر کیلووات ساعت برق 4 درم قیمت تر شده است. در قرار حکومت آمده است بجز از کارخانه آلومینی تالکو برای دیگر گروه استفاده برندگان برق قیمت می شود. از جمله برای کارخانه های صنعتی 60 درم، برای کارخانه های بودجوی 26 درم، برای نساز های آبکشی در بهار و تابستان 9 درم و در تیر ماه و زمستان 26 درم. در برابر تالکو اینچنین کمبینت متالورژی تاجیکستان نیز برق را در فصل تابستان با نرخ امتیازناک دریافت می کند، در حالی که دیگر کارخانه های صنعتی موظفند برای هر کیلووات برق از 1 اکتبر 60 درم پرداخت کنند. کمبینت متالورژی تاجیکستان در فصل تابستان برای هر کیلووات برق 10 درم می پردازد. طبق خبرهای رسمی فرمایشگر کمبینت متالورژی تاجیکستان شرکت فراز می باشد. محققان آسیسی ارپی سال 2018 گفتند شرکت فراز متعلق به شمس الله صاحبوف داماد رئیس جمهوری تاجیکستان است. قیمت شدن برق در تاجیکستان مسئله حساس است. بسیاری از خانواده ها نرخ فعلی برق را هم برای خود گران می دانند. خودی کمبغل تا وزبینه دمی بود و اشتاش تا بود نیست، هیچ که کار نمیکنه، اولی کمه، پنسه ها کمه. نادرست. برای چی؟ برای چی؟ مونه سویتمو شتای بی پولای. یک اگریگاتور میمونن نه مازوت در کاره، نه گاز در کاره، هیچ در کار نمو بکو. بار اخیر استفاده برق در تاجیکستان ماه ایول سال 2019 قیمت شده بود. مقامات همواره میگویند که نرخ استفاده از برق در تاجیکستان در مقایسه با کشورهای دیگر پس از شوروی خیلی پایین است، اما منتقدان میگویند معاش آن کشورها نظر به تاجیکستان هم چند مراتب زیادتر است. چند سازمان مالی بین المللی از جمله بانک جهانی بارها به تاجیکستان گفتند که نرخ برق را بالا برد. مولا رجب یوسفی، شهلای عبدالله، آزادی، دوشنبه. آوازخوان معروف روس آلا پوگاچووا روزی 18 سپتامبر در شبکه‌های اجتماعی نوشت که او را هم شامل رویخط آگنت‌های خارجی سازند. به این ترتیب آوازخوان روس بار اول درباره حمله روسیه به اوکراین آشکارا اظهار نظر و از موقع ماکسیم گالکین شوهر خود جانبداری کرد که ضد جنگ برآمد کرده است. برنامه اخبار به پایان رسید. خبرهای بیشتر و نو را در وبسایت azadi.org و صفحه های رادیوی آزادی در تلگرام و توییتر پیدا کنید. خدا نگهدار. This is Radio